در آغاز باز یک هفته نو با شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو آزادی در جمهوری چک درود میفرستم. شعله گلخوجه هستم و روزتان بخیر باشد. چون معمول در نوید بمبدادی خبرهای تاجیکستان و جهان را گرد آوردیم و برایتان در چند دقیقه دیگر خواهم گفت. امروز 11 نوامبر است و در پراگ ساعت 7 صبح. باوری دارم تا آخر صحبت ما را همراهی خواهید کرد. اما چون معمول نخست میبینیم که وضع باد و هوا چگونه است. در پراگ امروز هوای ابری پیشگویی شده است و گرمی روزانه تا 7 درجه را تشکیل می‌دهد. در مسکو نیز در دوام روز هوا ابری و 9 درجه گرم خواهد بود. بگوی روزی بردنی باران در نظر است. در دوشنبه باشد هوا آفتابی باقی میماند. انتظار می‌رود که در جریان روز حرارت تا 17 درجه برسد. خبرگزاری مربوط به گروه تندروی دولت اسلامی ویدیوی بیعت 6 مرد را نشر کرد که ادعا می شود در حمله مرگباری 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در نویه رودکی و در نزدیکی مرز تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. دویش روز 8 نوامبر به واسطه وبسایتش اموق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. این وبسایت 9 نوامبر ویدیوی سوگند 6 نفر نقابپوش را به جایگزین خلیفه خودخوانده ابوبکر بغدادی نشر نمود. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را 2 نفر اعلام نمودند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و 1 کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. این گروه 6 نفره در تن لباس سیاه دارند و چهرهشان با نقاب پوشیده است. مکان ثبت نوار معلوم نیست و چهره آنها نیز شناخته نمی‌شود. آنها با زبان عربی به جایگزین نوی ابوبکر بغدادی سوگند یاد می‌کنند و حرف با توجیکی به زبان نمیارند. آنها لباس در تن دارند که به عکس‌های نشر نموده مقامات توجیک از جنگجویان کشته شده شبیه است. تا کجا این 6 نفر همان کشته شده ها هستند معلوم نیست. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در آغاز حمله به دیدبانگاه اشقاباد را کاری جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی خواند. مثلا گفتند 20 جنگجوی دوئی شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زولی افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید در زد و خورد 15 جنگجوی گروه دولت اسلامی را کشته 5 نفر دیگر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره دستگیر شده ها را 4 نفر گفت. با گذشت 5 روز از حادثه تفصیلات دیگر در دست نیست. مقامات به سوالها پاسخ نمیگویند و تاکید میکنند که تحقیق ادامه دارد. در بیشتر از یک سال اخیر گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت 4 حمله مرگبار را در تاجیکستان به عهده گرفته است. ضمناً حکومت بریتانیای کبیر از احتمال تکرار حمله های تروریستی در تاجیکستان هشدار داده است. در یک بیانیه که در سامانه حکومت این کشور نشر شده است با ذکر حمله مرگبار 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در نویه رودکی گفته می شود که احتمالاً تروریستان در تاجیکستان باز تلاش حمله کنند. حکومت بریتانیا از شهروندان این کشور خواسته است که هنگام سفر به تاجیکستان به خصوص به ولایت مختار کوهستانی بدخشان و دیگر منطقه‌های مرزی احتیاط کنند. به شهروندان بریتانیا تاکید شده است که هنگام دوچرخه‌رانی از احتیاط کار بگیرند. مطبوعات هند از بازداشت 2 شهروند تاجیکستان خبر دادند که به قاچاق طلا و جواهرات با ارزش $70,000 متهم میشوند. نشریه تایمز آف ایندیا و چند وبسایت خبری این کشور با تکیه به بیانیه اداره گمرک هند نوشتند یک مرد تاجیک را روز 9 نوامبر در فرودگاه دهلی با بیشتر از 627 گرم خشت‌های طلایی و 2 انگشتری الماسی دستگیر کردند. در این بیانیه از روز 10 نوامبر آمده است شهروند تاجیکستان از زلندی نو به فرودگاه دهلی وارد شده است. شهروند دیگری تاجیکستان به نوشته رسانه‌های هندوستان زن 44 ساله بوده و با 650 گرم طلا و دیگر جواهرات روز 8 نوامبر دستگیر شده است. او را هنگام ورود از استانبول به دهلی بازداشت کردند. مقامات تاجیکستان هنوز این خبرها را شرح ندادند. درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در هند با اتهام قاچاق طلا تاکنون بسیار کم گزارش شده است. پرزیدنت بولیویا ایو مورالیس اعلام کرد که به استعفا میرود. قبل از این اعلان فرمانده ارتش بولیویا به او پیشنهاد کرده بود که از مقامش استعفا بدهد. حادثه روز یکشنبه 3 هفته پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی به وقوع پیوست. در این انتخابات مورالیس خود را پیروز اعلان کرده بود. اصلا او اولین پرزیدنت بولیویا از نمایندگان قوم‌های بومی این کشور میباشد. مورالیس که در سال 2006 یکم بار پرزیدنت انتخاب شده بود هر گونه تقلب را رد کرده است. گنرال ویلیام کلیمان فرمانده
محمد اردشیبالی و به مرالیس پیشنهاد کرد که به استعفا رود تا نظم و ثبات کشور برقرار گردد. سازمان کشورهای آمریکا که انتخابات 20 اکتبر را نظارت کرده است دعوت نمود که نتیجه انتخابات از اعتبار ساقط بگردد، زیرا در نظام اوضاعی بلیویا عوام فریبی واضح جای داشت. رهبری مخالف کارلوس میسا که در این انتخابات جای دوم را اشغال کرده است از مرالیس و نایب پرزیدنتش دعوت کرد که نامزدی‌هایشان را به انتخابات نو پیشبری نکنند. او اینچنین پیشنهاد کرد که مرالیس در نظارت انتخابات نقشه بر عهده نگیرد. و رقیب اصلی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رای مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلام کرد. او گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رای ها نتیجه هایی که کمیسیون مرکزی انتخابات افغانستان اعلان میکند قانونی نخواهد بود. قرار عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تأخیر می‌اندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و نیروهای کشورهای دیگر طالبان و گروه‌های دیگر آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 ساله ادامه دارد به خود بیاید. اشرف غنی و عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب‌کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند که نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلام می‌کنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تأخیر اندازند. در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتح شادیف و کلیسای پروسلاوی روسیه برای مهاجران یاری به پول طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسی که خدمت رسانی مذکور آنجا به راه مانده شده است خبر دادند که هر هفته به 10 تن از مهاجران توبت رایگان رسانیده می شود. در حقیقت طبیب ما خدمت رایگان می رساند محدودیت سن سالی موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. ما می توانیم 2 مرتبه در هفته 5 نفری را قبول کنیم. برای این باید از قبل توسط تلفن نام‌نویس کرد، گفت نوبتدار بیمارستان. فراد اودینایف یک فعال سیاسی توجیک پس از آزاد شدن از بازداشتگاه در بلاروس برای زندگی به آلمان سفر کرده است. او 43 روز در بازداشت قرار داشت. فراد اودینایف روز 10 نوامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تا لحظه بازداشت باور نداشت که در جستجو قرار دارد و از این رو دیگر کشورهای پس و شوروی را برای خود مکان امن نمیدوند. فراد اودینایف را مقامات بلاروس با درخواست رسمی تاجیکستان دستگیر کردند. او روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامینلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان رای ورشوه بود. وی در کشور به افراطگرایی متهم می شود، اتهامی که خودش رد کرده است. 11 سازمان مدافع حقوق بشر روز 7 اکتبر از حکومت بلاروس خواسته بودند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی توجیک فراد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکنند. این سازمان‌ها گفتند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید می‌کند. طبق برنامه نوی رئیس شهر دوشنبه، خادمان دین و عالمان و روانشناسان در مکتب و دانشگاه‌های پایتخت نمایش‌های تربیوی را برا خواهند ماند. طبق نقشه‌ای که از سوی رستم امام ملی قبول شده، صحبت‌ها از ماه جوری آغاز یافته تا ماه ایون سال 2020 ادامه خواهد کرد. قرار است در همایش‌های تشکیل شده آید به تحمل پذیری و انسان دوستی، بیماری‌های سیرتی و تروریسم و افراطگرایی با خوانندگان و دانشجویان و آموزگاران بحث شود. در یک سال گذشته در تاجیکستان حدود 14,000 زن اسقاط حمل کردند که 1000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با سال 2017 کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. با گفته پزشکان اسقاط حمل در این سن و سال برای آینده دختران خطرناک است و تدبیرهای علاوه‌ای ضرور است تا اسقاط حمل کمتر شود. سبب‌های چنین رفتار دختران و زنان رسما اعلام نشده است. کارشناسان میگویند روابط محرمانه پیش از عروسی و مخصوصا برای نابالغان در جامعه تاجیکستان عیب دانسته می شود و ظاهراً مادران جوان و خانواده ها تلاش کردند با اسقاط جنین از شرمساری پیشگیری کنند. برای برپا کردن عائله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان باکره بودن مهم است و حالت‌هایی بوده است که دختران بعد ارتباط جنسی قبل از ازدواج خودکشی کردند. اسقاط هم تا 18 هفته‌انه بودن جنین گذرانده می شود و اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم در تاجیکستان دیده شده است که پیامدهای بدی برای زنان دارد و باید گفت که اسقاط جنین که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود و ماده 124 کدکس جنایت تاجیکستان به اسقاط غیر قانونی هم تا 2 سال زندان را
پیش بینی میکند. و خبر خوب ورزشی نیز هست. سوربون لطیفов گشتگیری توجیک در قهرمانی سامبوی جهان مدال برنجی به دست آورد و با جایزه مالی به مبلغ $1,500 آمریکا مکافاتانیده شد. او در مسابقات که در شهر جونجوی کره جنوبی 10 نوامبر به پایان رسید در رقابت اید به سامبوی رزمی در وزن تا 62 کیلو رقابت کرد. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از سوی بانک ملی به طور زل تعیین شده است. به همین ترتیب $1 $9.69 دیرم، €1 $10.69 دیرم مقرر شده است و 1000 روبل روسی باشد 151.70 دیرم است. تشکر میگویم که ما رو تماشا کردید. ما شما رو در دوام روز منتظر میشیم. روی روز خوب داشته باشید.